برادر گفته خر یک 200 دلار برای همین فرزندوهاش یک زیوچک پولی یک موالات کنه. موالات از دین ما هست، یک دوستی. ثبت این خیلی گفت. میگذاریم با ثبت اصلی که همین واقعه رخ داده. برادر این از یگون کس نیست، ما از یگون جماعت هم نیستیم، از یگون کس هم نیستیم. من خودم و اهل اوله الحمدلله همون مثلا تجارت که مشغولیم، این مشکلش نیست. مقصد من میخوام به همون دروغ دیگه اسکندر. ابو صهیب بر اومده من حالی همین ابو صهیب گپش گوش نکردم. من با ووز همین اینسو معقول نیست، میبخشید ووز همین اینسو معقول نیست. وقتی گوش کردم به وقت هم وقت هم ووز به من باید یک کمی عصبم خیلی یک وقتی خیلی نغزی خودم هم ببخشیدم نکن که من بعد از این گوش کردن من یک روشکه میگیرم، دفتر میگیرم، سرم درد کرده 3 ساعت بعد دیگه مشغول میشم. سبحان الله. در همین ثبت بعد از یک چند دقیقهش بینید باز چی میگوید. احمق خودت هم میگویی که در این راه اذیت و آزار وجود دارد. یعنی ما اولش چند روز است که گفتم که کمی گوش کردم. اولش بود در سرشده نشدم که محکم کردم فقط دروغ. تو برو اگر نکرده باشی که قسم به الله من نه داخل شدم به نه پیش شده پشت نه نزدیک شدم. والله بالله تالله الله لعنت کند. من گو ما این مسئله رو محکم می اونم قسم شد. گوش میکنی چی قسم خوردگیه؟ ولعنت الله ولعنت فرشتگانش و همه مردم بر من باد که اگر من این دختر که نگاره نام دارد این از پیش یا که از پس رسیده باشم. غیر از این لعنت الله و فرشتگانش و همه مردم بر من باد که من در حیاتم اگر زنا کرده باشم. غیر از این لعنت الله و فرشتگانش و همه مردم بر من باد که من در حیاتم اگر زنا کرده باشم. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران گرامی، بنده ابن مهاجر هستم. رابطه به همین مسئله که اسکندر گفته ایستاده است خواستم بین شما یعنی ثبت را گذارم و شرحش دیم و بعدا در آخر 3 سوالی که پرسیده می شود از اسکندر و او حتمی باید پاسخ دهد. اگر چی ذره عدل در او باشد باید پاسخ دهد. خب ثبت را میمونیم، یک جا گوش میکنیم. برادر گفته خر یک 200 دلار برای همین فرزندوهاش یک زیوچک پولی یک موالات کنه. موالات از دین ما هست، یک دوستی. خب همه ما و شما یعنی شاهد شدیم و شنیدیم که چی گفت. یعنی برادرها گفتن میگه یک 200-300 دلار برادرها گفتن میگه که پرتویم موالات کنیم. میگه موالات تو به همه معلوم است که چگونه است، چگونه طالب علم رو میخری. موالات معلوم است. در این ثبت این خیلی گفت. میگذاریم با ثبت اصلی که همین واقعه رخ دادگیه. برادر این از یگون کس نیست، ما از یگون جماعت هم نیستیم، از یگون کس هم نیستیم. من خودم و اهل اوله الحمدلله همون مثلا تجارت که مشغولیم، این مشکلش نیست. مقصد من میخوام به همون در ثبت اصلی خیلی که ما و شما شنیدیم میگه در اینش میگه که از خودم هست، از هیچ کس نیست، از خودم هست. میگه بیزنس دارم. میگه چی میگه؟ ببین اسکندر سخن تعرض دارد. تعرض یعنی با یک دیگرش مخالف است. در اینش دیگر چی میگه، در اونش دیگر چی میگه. با فکرم همینجا اسکندر خطا کردی. بیزنس گفتی، تو باید میگفتی که سپانسر داریم، سپانسری با قوت داریم، یک دو اسم پرتوین تا همیشه باید میگفتی. میشه خطا کردی. خلاصه دروغگویت رو دیدی اسکندر. در اینش میگی که برادرها گفت، در دیگرش میگی که از هیچ کس نیست، از خودم است، بیزنس دارم. این دروغ اولت است. میگذاریم با نوار دیم، با دروغ دیم اسکندر. ابو صهیب بر اومده من حالی همین ابو صهیب گپش گوش نکردم. من با ووز همین اینسو معقول نیست، میبخشید ووز همین اینسو معقول نیست. وقتی گوش کردم به وقت هم ووز به من باید یک کمی عصبم خیلی
یک وقتی خیلی نغزی خودم هم ببخشیدم نکن که من بعد از این گوش کردن من یک روشکه میگیرم، دفتر میگیرم، سرم درد کرده 3 ساعت بعد دیگه مشغول میشم. سبحان الله. این ثبت رو همین روز برآورده است. میگه که من نواری ابو صهیب رو تا حال تماشا نکردم و تا حال یعنی گوش نکردم و در همین ثبت بعد از یک چند دقیقهش بینید باز چی میگوید. احمق، خودت هم میگویی که در این راه اذیت و آزار وجود دارد. یعنی ما اولش چند روز است که گفتم که کمی گوش کردم، اولش هم با درد سرشده نشدم که محکم کردم، فقط دروغ که میگد الله المستعان. یعنی بینید میگه که در اینجا باشد، میگه من گفته بودم که میگه یک کمی پیش میگه کم تشگوش کرده بودم، میگه یعنی تو خیال کردی اسکندر مردم توپای هستن، تو خیال کردی مردم گوسفند هستن که نمیفهمونی گپوی تره، این مکر حیله تره، تو چقدر دروغ میگی. یعنی تو پریپوتیت کردی، اول اونجا باید میگفتی گوش کردم، نکتی گفتی گوش نکردم و در اینجا گفتی گوش کردم. یعنی تو پریپوتیت کردی، همین خیلی نه. باز میگه 3 ساعت وقت لازم است که دفتر روچکه را بگیرم. دفتر روچکه را چی میکنی اسکندر؟ تا که تو دروغ و تهمت دوباره بنویسی، تا که دروغ و تهمت مثل پیشتره باز کنی، برای همین تو چقدر انسانی پستی، چقدر دروغ میگی، در یک ثانیه هم قدر دروغ میگوی. میگذاریم به نواری چهارم یا اینکه همون ثبت چهارمش. جاسوس گفتم به حق داشتند. 10 سال ویدیو جمع کرده اومده. میگوید که یعنی نواری 10 ساله را جمع کرده آوردی. کسی که نفهمیده باشه این نواری 10 ساله گفته همون چی را در نظر دارم، توسیتویش لطفیه را، همون زنی که فوسیقه‌ای که بود پوچوشه و که تاغوت شما توسیتویش کرده بود همون رو در نظر داره. اولا ای جاهیل، ای منافق، ای جاهیل، این ویدیوی 10 ساله نیست. این نوار 2022 در همون کانالش گذاشتگیه. بعد از همون سالی که 2021 که دخترش آورده بودن از اون طرف، بعد این نوار کت گذاشت در کانالش و همون این نامی کانالش مادری توجیک، همون که در تای کامنت های شما یا که دیگر رو می نیسه فلان مادر منم گفته همونه. و تا حاضر در کانالش بود، تا حاضر یک نوار داشت همین متوسیتویشش بود در کانالش بود و ایره 5 روز پیش دید که уже نشش تامین نوارش، بعد сразу удалит کدای کانالش. فهمیدی که؟ خب ثبت پنجم گوش میکنیم برادرو. همه ایره همین روز گفتگیه، همش از یک همون جوابی که دادگیه، از همون یعنی مقدمه گفتی خودش خیلی که مقدمه میگن، از همون مقدمه شاید دروغ فقط. قسم به الله خود این زن که تیگازم که کی بود چی بود چخیر شد. و این البته که سر نفکت که بله اون وقت ما جهل عذر میگفتیم و همون شاگردی همون ابو صهیب بود. خب چی میشد؟ ابو صهیب خودش آخر میخواست. فهمیدید؟ ابو صهیب خودش میخواست. بعد از این الحمدلله توحید فهمیده شده است بالاخره. خب ببینید برادرها، در اینجا میگه که همین زن یعنی لطفیه پیش جهل عذر میدوش و شاگرد ابو صهیب بود میگه. خب برادرها قلم و دفترتون گیرید. اینا خیال کردین که مردم تو پویان. نه، قلم دفترتون بگیرید بنویسین در یک جا. اسکندر میگه که تا اون دم یعنی شاگرد ابو صهیب بود. در جه سوال با میان میاد تا کدام وقت، سوال با میان میاد تا کدام وقت، یعنی تو وقتی که نواری متوسیتویچش رو اودالیت کرد. و کی اودالیت کرد؟ در اینجا چی میاد؟ سوال میاد. 5 روز پیش، یعنی 5 روز پیش شاگرد ابو صهیب بوده است و بعد این 5 روز اودالیت کرده بوده، سرازه توبه کرده است، از عقیده گشت، عقیده اهل سنت بگیم آموخته است و عقیده اهل سنت در آمده. ای اسکندر، تو و پیروانت مردم رو چه خیال کردین؟
یعنی قدر دروغ میگین. اولا این زن علی فیبی فرق نمیکنه، چی رسول به عذر به جهل و دیگرش. یعنی تو 5 روز پیش شاگرد ابو صهیب ده میگه، گوش کنید میگه بشه شاگرد ابو صهیب میگه بعدی 5 روز، یعنی 5 روز پیش هم نورش او دلیت کرد، یعنی با عقیده یو او دلیت کرده توبه کرده، این 5 روز پیش بوده میگه. Дважды 2, 4, всегда 4. بو میگه 2 всегда 4. این مردم ها یوفته اینطوری فریب کردن میگیره، 2 4 گفته. تهمت میکنه، دروغ میگه در حق یک کس تهمت به زینو میزنه، 2 4 میگه پیش مردم ده. دختر چرا میگوید که تو پیش از پیش ما بمدگی فلان بابایک توی فلان پسمدان کرده بود، زنا کرده بود، آشکار میگوید. خب در اینجا اسکندر میگه که ابو صهیب گفته ای که یک مسافر روس یک دخترچه یعنی همین نیگورا را زنا کرده است، آشکارو میگه گفته. خب میگذاریم پو ابو صهیب، نوار ابو صهیب میمونیم که ابو صهیب چی گفته است این مسئله. با زبان خودش گفته است که مرا یک مرد روس تجاوز از نسل واد کرد، چه خیلی که حاضر برای شما یا که برای همون گمنام اسکندر نقل میکند، همه خیلی نقلی دیگر در چی؟ در مصر کرده بود برای ما و همسرم. ای اسکندر، یک دلیل آورده میتونی که ابو صهیب گفته باشه که وای زنا کرد یا که مادرش زنا کرد، یک دلیل آورده میتونی؟ در اینجا گفت که ابو صهیب نگفت که وای زنا کرد، بلکه گفت که چخیری که برای ما استوره پریدومت کرد در نزد شما، در نزد ما گفت که فلان مرد روس مرا از نسیلوت کرد. انا این خیل میگه در نزد من و همسرم این خیل گفت میگه. و ابو صهیب حکم نکرد که وای تو زناگری گفته، در کجا حکم زناگر کرد؟ و تو برای چی را به شاهد گفته استی؟ با مرد کافر نکاح کرد در وقتی که شوهری مسلمان داشت برای گرجدنstvo و شوهرش اینو من کرد ولی اطاعت نکرد او را. تو گفتی اسکندر ابو صهیب میگه مادر دختر زیناگرای زنا کردیان، بلکه ابو صهیب نگفته ای گفته، در کجا گفته؟ اینه گوش کن ابو صهیب چی میگه. برای پاسپورت روسی شده به یک مرد کافر در نکای مرد کافر در آمد میگه. به یک پاسپورت روسی شده، در کجا که زیناگرای زنا کرده؟ چی دروغ میگی؟ که چرت شهیده بیار ابو صهیب حاضر از همین دختر مادرش از ما، مثلا من هم تو شنونده، من فقط شنونده، از ما طلب میکرد که چرت شهید بیارید میگه. من اصلا این مسئله به قطعی نیستم، من نقل یک مردم من با اومده سوار شدم، من هم قطعی کرده است. الله اکبر. بینه چی میگه؟ وقتی که ابو صهیب اینها را شهید طلب کرد و قسم طلب کرد، اینها میگه میگه که من شنونده هستم، من در این مسئله خوش نیستم. میگه اگر این داد و فیغان میکرد که من قاضی میشم، گفته داد و فیغان میکرد و حاضر باشد در این زبس، بعد که ابو صهیب قسم خورد میگه من شنونده هستم، مرا خوش کرد ابو صهیب میگه که شهید بیار. میگه دیدن که شهید آورده نمیتونند، بینید چی میگه، من شنونده هستم. میگه سبحان الله، از قاضیگی به شنوندگی رفت با. شما اگر عادی کرده گویم در این مسئله ها پروفسیونال است. الحمدلله. احسان. هر کس هم به این عنوان رسیده نمیتونه با عنوان پروفسیونال بگیم. از ساحه دروغیزم و تهمتیزم هر کس هم رسیده نمیتونه با عنوان پروفسیونال. ولی روز گفتی احسان. الله عاقبت چه بخیر بگردونه تو بر این پروفسیونال را. تو برو اگر نکرده باشی گو که قسم به الله من نه داخل شدم به نه پیش شده پشت نه نزدیک شدم، والله بالله تالله الله لعنت کند من گو ما این مسئله را محکم میکنم. اوی اسکندر، الله فهمد بتا ترا و پیروتا و چند بار قسم بخوره. این نواری همین روزته، این سبتی همین روزته در اینجا میگوی ببره قسم بخوره و چند بار قسم بخوره
باز یک بار دیگه با بمانم قسم شه گوش میکنی چی قسم خوردگیه. و لعنت الله و لعنت فرشتگانش و همه مردم بر من باد که اگر من این دختر که نگاره نام دارد این از پیش یا که از پس رسیده باشم. غیر از این لعنت الله و فرشتگانش و همه مردم بر من باد که من در حیاتم اگر زنا کرده باشم. گوش کردی که چی گفت؟ قسم شنیدی؟ در نواری اولی که تهمت برو وردی گفتی ببرو قسم بخور. اول پیچه تزدیش زناگری فحاش فوشگر گفته. بعد ببرو قسم خور گفت. قسم خوردی نه. با امروز با نوار کدای با میگی با ببرو قسم بخور. تو مردم ای تو کلون، تو مردم یکم گوخ خور کدای ببرو قسم بخور، ببرو قسم خور، ببرو قسم خور. تو شاهد بیار، 4 شاهد بیار. حکمت 80 درعه و شهادت تو قبول نیست، نه در نزد مردم نه در نزد الله. شهادت تو و او زن او چاو دختر قبول نیست. مادر دختر قبول نیست شهادتشون. شاهد بیارین. و ای اسکندری گمنام، تو اگر ذره جوانمردی داشته باشی میخیزی در بین مردم میگویی که همین سخنی که من گفتم لعنت الله و فرشتگانش و همه مردم بر تو باد اگر تو در حیاتت زنا کرده باشی. آمین بگوی و همین گونه که من گفتم همین گونه بگویی. و در نواری همین روزش برادرها میگن گفته ای که من از سببی یعنی عصبی شدم. بعد گفتم که همون گپا زیناگری فاحشگر گفتم. یعنی دین هوا و هوسی تا اینجا اسکندر، یعنی تو در حالت عصبی بدن چیزی که تو بگوی و جایز بده در کجای قرآن سنا دیگه با مگه تو با هوا و هوست وقتی که خیستی زیناگری فاحشگر گفتی در بین صدها مردم، بعد تو صدها پاپوگای تو تکرار کرده یعنی گپا، یعنی همه تو شریکین در این گناه. در همین نواری همین روزش گفت یک برادر گفت من میکنم یا انشالله با میگذارم که من از سبب عصبی بدنم گفتم. میگه فرق نداره سبب عصبی باشد یا دیگر اگر خواهی شهادتت قبول شود در نزد مردم و در نزد الله میبروی نوار میکنی و توبه میکنی. میگوی من در حق همین شخص تهمت کردم و از تهمتم گشتم. میگوی از دروغم گشتم. میگوی و قسم میخوری که لعنت الله و ملائکه ها و تمام لعنت کنندگان که اگر من زنا کرده باشم بگو. چخیلی که ابو صحیب قسم خورد و او زن برار او زنم قسم بخوره. اگر که صادقین راستگوین بگذار قسم بخوره او زنم و دخترش هم قسم بخوره که اگر گپش حقیقت داره قسم بخوره. چخیلی که ابو صحیب خورد. و ما این 3 سوالی که دادیم جوابی پاسخش هستیم که 3 سوالا ببروین قسم بخورین. تو و او زن و مادرش هر 3 قسم بخورین و تمام مردم هم نجدت میکنه جوابی شما را در همین مسئله، در مسئله قسم. وقتی ابو صحیب قسم بخورد گفتین قسم خورد که شما تو دادین با و 90 گرادوس رولتون تو دادین با دیگه مسئله با قسم بخور گفتیسی شما قسم بخورین که در این مسئله